داشت داستان چرا یه رو به پشت خونه مایی؟ من منتظر دوست دخترم. دوست دخترت؟ اسمش چیه؟ فاطمه. که دختر منه. دختر توه؟ آره. بیا بالا صداش کن، من 3 ساعت اینجا وایسادم. بیا برو گاه نخور، بیا برو گاه نخور گم شو. گاه نخورم؟ گیبیت پریریش این خونیه که داغاش نشسته من خریدم. کل خرجمرجش رو دارم من میدم. بیا بالا صداش کن. چی دوست داشتم با هم دیگه تو اون اتاق زندگی میکردیم. بعد صبح تا شب اونجا شما چند تا خواستگار داشتید؟ تعدادش بد نبوده. میشه یه عددی بگی؟ دیگه 40-50 تایی اومد. خار مادر دروغگو رو گاهید. شما خیلی پسر خوب و پاک و نجیبی هستین. نه اینجور که میگین نیست. چرا؟ خیلی پسر خوبی هستین. نه اصلا اینجور که شما میگین نیست به خدا. همش تقصیر خودت. پاشو تو بریم ببینم. چرا عصبی هستی؟ چطور اما برگشته میگه تو چقدر پسر خوب و چشم پاک و نمیدونم نجیبی هستی. که حرف خوبی زده بهت چطور شده؟ اما الان دیگه روم نمیشه بکن. سلام عشقم. سلام. فدای تو بشم که من چه؟ تو بودی این من پیام دادی؟ خودشم. خب من با پسر نمیتونم لمس کنم. اشکال نداره، بشین صحبت میکنیم. بشین. ماشین خریدم من تو رو نشستم. خب یه جا باید شروع شه. بشین. کارای بد نکنی ها. چشم. چه خبر خوبی؟ برم من. بیا بچه‌ایم اینو بخور من دور بزنم. بستنیو دارم میگم کسکه. من برات کاری نکردم لاشی. من به خاطر اینکه تو بیشتر حال کنی شیره‌ای شدم. خستگی در نرفت بریم عزیزم جان زندگیم. چرا همش بهم میگی زندگی؟ تو چی بگم؟ یه بار بگو عشقم فدا چم. بابا شبیه زندگی میاخه. مگه زندگی چه شکلیه؟ آخ کی؟ خودم چه کسایی بیارم اینجا؟ چه کسایی باید بیارم؟ قرآن شروع کردیم لب و لوب گرفتم. بعد دست نبردم دیدی که لب میگیری بعد میخوای کون چنگ بگیری پشت قدرت رو ثابت کنی. دیدم خدایا دستم به یه چیزی خودش کون نیستی. بعد دیدم به من میگه که من دودول دارم. آی خواهرتو من گاهیدم. کس نگره داریم کونه به چنگ میدیم. امروز چقدر کار کردی؟ امروز کاسب خوب نبود. 2 میلیون. 2 میلیون؟ آره. خوب نبوده؟ نه امروز خوب نبود. تو چطور؟ من 1 تومن امروز کاس دیر اومده. دیر اومدی؟ آره. خب تو چطور؟ من 400 زغالم اسفندم تموم. اسفند تمام شده بود؟ چقدر؟ 400. تو چقدر؟ من 1,500 تومن امروز کار خوب. 1,500 خوب نبوده. خب وقت زیاده تا شب. شما چطور؟ من 900 ریکام ضعیف بوده. نگاه ضعیف بوده. سوال برای خودتون کار میکنید یا برای کسی؟ برای خودمون. برای خودتون؟ برای مامان. پولا رو چیکار میکنید؟ برای مامان. میری با مامانتون؟ چیکار میکنه اونا؟ خرج خونه رو میدن. برای کسی کار نمیکنید؟ نه. شکیب؟ نه با شکیب رفته کلاشو. روز جهاد کار میکنه. والله من از صبح که چیزی کار نکردم. 2 تا 3 تا چک برگشتی اومد. یه 50 تومنم دستی دادیم به رفیقمون هنوز نزده. هیچی به هیچی. شما الان اما جلوترین. نه سرمایه گذاشتی وسط نه چیزی. یه دونه اینو خریدی یه دونه آب کفه. 2 تا قطره کف ریکا و تمام. ریکاتو گرفتی تو؟ خب پس حالا منم اگه چه بیام اینجا پیش شما کار کنم. دست شما هم درازه. حمایت میکنی؟ رام بندازید دیگه. من زن و بچه دارم. دست شما هم درازه. دود همه چی هستن. دستتون در نکنه.